سفر گاز هواپیما رو میگیره و عضو میگیره میره هوا و کلا نوک هواپیما رو میگیره به سمت آسمون و این گده میره تا میرسه به فضا و همون موقع هواپیما وارونه میشه و زرت شوت میشه سمت زمین و محمدم به زور تو هوا نگهش میداره و میبینیم که همه مسافرای بدبختم تو سوماله و مچاله شده بودن تو هم دیگه. در ادامه مسیرم که داشتن دلستر میزدن بر بدن و یکم هم حوصله‌شون سر رفته بوده، یهو میان هواپیما رو زرت میچرخونن تا هیجان سفر بیشتر بشه و یه نیم ساعتی برعکس نگهش میدارن. در ادامه هم که هواپیما داشته تکانهای شدیدی میخورده، مهماندار میره میبینه که کلا این دو تا اسکل کپ مرگشون رو گذاشته بودن. بعدم محمد سرش از پنجره هواپیما